حساب 3-0 توانستند غلبه خود را به دست آورند بر بازی ارزنده نشان داد. الکی منتخب‌های دیگر ثابت کردند که بازی خوب در برابر منتخب نشان میدن. ما هم مدام تا هیئت دستار به شما شناس کنیم با پیرانهای سفید. فوتبالبازان ما بازی خواهند کرد. صدای که داور بلند می شود و بازی اکنون رسما آغاز می شود. متوجه می شویم با هیئت منتخب امکانیت خیلی خوفناک در نزد دروازه ما به میان میآید. ضربه و اولین گل به دروازه ما زده می شود در دقیقه 6 میدانداری. بازیگر رقم 17 منتخب قرقیزستان با زدن گل دست می‌برد. تاتیانا کازначева می باشد که توانست با زدن گل مشرف شود و دوباره با دروازه منتخب ما ورود بنماید. دویشان بایوا دوباره به دروازه ما وارد میکند. حساب بازی را 0 برد میسازد. فوتبالبازان بازم یک وضعیت دیگری که به گل آورده میرساند. در دقیقه اخیر نیمه اول میدان داره ادینای دوشوبای و گل دوم خود را در هفته رقابت امروز به هدف میرساند و حساب بازی 0-3 می شود. این نیمه اول میدان داره است که در آن فوتبالبازان قرقیز با زدن 3 و با همین صدا که داور بلند می شود. دوستان عزیز، قسم اول رقابت بین منتخب‌های زنانه تا 20 ساله تاجیکستان و قرقیزستان با حساب 0-3 به نفع فوتبالبازان قرقیز به انجام میرسد. قرقیزستان باشد دو بازی دیگر خود را با افغانستان و ایران برگزار خواهد کرد. یکی روز 15 میلیون و دیگر روز 17 میلیون، یعنی پگاه و بعدا روز پنجشنبه بازی خود را برگزار میکند. بعد از این معلوم می شود که در کدام نفقه این تیم قرار می گیرد. با همین صدا که داور بلند می شود. دوستان ارجمند، با حساب 0-3 بازی به انجام رسید. گل را در نیمه یکم تاتیانا کازначева زد و دو گل دیگر را ادینای دوشوبای و به هدف رساند و حساب بازی را 3-0 به نفع منتخب قرقیزستان کردند. دسته ما بازم مغلوب شد. 0 امتیاز دارد منتخب تاجیکستان و در زمین آخرین قرار دارد. با شما خیر خوش میکنم تا بازی نوبتی. خیر، تنسیت و خون آباد باشید.